خانی زنجیرکن فیلنده میدان دست پنجه نرم میکنه بسواری اسبی آیسه پروان عبدالصبوری شهدا خالی زنجیرکن خالی که همیشه نام و نشانی ولسوالی شهدا را با گرفتن امتیازهای رنگ رنگ بلند کرده دیروزم بز قهرمانی را به نفع شهدا نجیب پهلوان است راه نجیب پهلوان نجیب راه فعلا مسئولیت گسله را به عهده دارد بسواری اسبی ایلانبای راه نجیب پهلوان کی امتیازهای رنگ رنگ در شهری رمایی میکنه بسواری اسبی نوخرینی گلاب الدین الماس گلاب الدین است شاب پهلوان است بله امتیاز میگیره شاب پهلوان از پهلوان های سرچنگال شیرچنگی یفتل شابی مرجان امروز نرمایی میکنه تازه واردی میدان شده از پهلوان های کاکا از پهلوان های خوش برخورد با اخلاق که واقعا در میدان های سنگین و همیشه نرمایی کرده تشویق میکنه حمایت میکنه از شابی مرجان و از رئیس رسیب جانم قلم تشکر میکنیم که توفه دادن بسواری الماسی قماندان الماسی گلاب الدین خانی یفتل مستحقی 2 نمره امتیاز دایره را بجا گذاشت مسئولیت گسله را به عهده گرفته همکار و همدیاران و همقطران و سیت از جوانه را ما از لیازی پاسیب دیدن فیرناز پهلوان ببینم که امتیاز میگیره یا خیر فیرناز پهلوان از دلکره چپچی یردار فیلن گسله را بازم در اختیار داره رولای قومی هم گسله بند کنه ببینیم که کدام پهلوان ما این آقای جرم است ببینیم که امتیاز میگیره یا خیر عتیق مختار پهلوان حافظ بای سنت نایزر بسیاری اسبی جیرانی حافظ بای مستحق 1 نمره بیرق کمایی نمود عتیق مختار پهلوان بسیاری اسبی جیرانی نوخرینی شیرین آقای جرم مصطفی پهلوانم دوستش به گسله بند است ببینیم که تورنمنت مزار شریف در میدان یک پرواز جانانه را داد فعلا عتیق مختار گسله را اختیار دارد چهار پاچ است ببینیم کدام چابک سواری ما به خط جرمی رسانه مستحقی آقا محمد پهلوان و عتیق مختار پهلوان و این بطاش عتیق مختار مستحقی 2 امتیاز دایره اول شناخته شد سردار راه سردار نیست سردار راه بسواری اسبی نجیب جنبش مستحقی 2 امتیاز دایره را از پروانهای انگشت شمار و سخچنگال راه سردار جان که واقعیت نام و نشان منطقش همیشه در سنگینری بدخشان در مرکزی بدخشان که بلند کرده بازم امتیاز کمایی نبود از محترم انجینر سیدی مهدی جانم قلباً سپاسگزاری میکنیم مسئول مطبوعاتی ریاست ملک خان قلباً سپاسگزاری میکنیم که مارکو پروش قماندان عبدالملک خان جیرانی مارکو پروش البته امتیازهای رنگ دارنده از دیروز به این طرف امتیاز میگیره از توفه قماندان عبدالملک خان چرم قلباً سپاسگزاری میکنیم
ملکی اجدارم دستش به گسلا بند است. راه نجیب پهلوان نجیبی که در ولسوالی شهری بزرگ ما شاهدی همچین امتیازهای قهرمانی بودیم. متاسفانه باز هم گسلا در اختیار روح‌الله قیومی است. درگیر صلاح الدین صراف است. نفهم که کی است. بسیاری از بیایسه فرزان روح‌الله قیومی، روح‌الله پیسری، پاسداری الحاج پهلوان زبیر قیومی مستحقی امتیاز دایره را البته به جا گذاشت. امتیاز گرفت روح‌الله شهزاده مسکشی. اسبای تیزباری آیسه فرزان و رئیس فاضل مایک برزانه مستحقی امتیاز دایره را به جا گذاشت. برای روح‌الله قیومی و آیسه فرزان تبریک میگیم. بسیاری از انجینر فرید و انجینر نوید دشت قرق است. دشت قرق باز توفان کرد. میدان را ببینن که بسیاری باباشور از تکنیک استادی استفاده میکنه. یک بار دیگر چهره رئیس فرید دشت قرق و انجینر نوید را درخشان صاحب امتیاز میگیره. امتیاز دومی است که برای انجینر فرید و انجینر نوید دشت قرق منازعات تبریک و تهنیت عرض می‌داریم. اسبای تیزبال و توده شکنی رئیس فرید جان و انجینر نوید منازعات از مرکز فیض‌آباد دشت قرق که البته امتیازهای رنگارنگ کمایی میکنه. برشان تبریک میگیم. اینجا نیست. آتش خدا نیست. بس. تشکر. از توفه رئیس فرید جان منازعات خان رئیس اتاقای تجارت و رئیس ارتباطات مسکشی افغانستان پهلوان نورآقا فعلا گسلا در اختیار دارد. اسبای تیزبال و توده شکنی الحاج رئیس محمد طاهر خان رئیس ارتباطات مسکشی افغانستان پهلوان نورآقا همیشه با اسبای تیزبال و توده شکنش یک توضیح میکنه. نمرات را برای آیسه رئیس محمد طاهر خان تبریک میگیم که پهلوان نورآقا از چندین روز به این طرف امتیازهای رنگارنگ به نفع آیسه رئیس محمد طاهر خان کمایی میدیدن که اسبای نو خریدی رئیس فیصل خراسانی امروز در میدان مسابقات جشنیان نوید عزیز الله پهلوان بود که امتیاز کمایی نبود. Ol sevni. Bu tamosol ki maruna ka kellet sa sol عزیز الله پهلوان دانشی آقای سید عمران خان ورسوات انجینر فاضل و رئیس مطلوب سمین و محترم کاکای خلیفه عبدالرحیم کاکای داملا جان همه بزرگان و آقای سید سمت جان تنبک رئیس نسیم الله ایلالی مسعود الله امانی از تمام شخصیتایی که با ما همکار بودن. نجیب مختار امتیاز میگیره. بله نجیب مختار نجیبی که همیشه نام و نشان بدخشان را بلند کرده امتیاز میگیره. بسیاری اسمی آقا محمد ایرگیتال مستحق امتیاز دایره را نجیب مختار امتیاز کمایی نمود. باید یک برزاد از ببینه که امتیاز میگیره یا خیر. بسیری باباشور از پهلوانای نامدار و انگشت شماری سمت شمال افغانستان مستحق امتیاز دایره را بسیاری سمندی بالدار و سمندی که نام و نشان بدخشان را با امتیاز کمایی نموده برای رئیس فواد اکبرزاده و رئیس فیاض و رئیس فرخاد تبریک و تهنیت عرض می‌داریم. غازی پهلوان از پهلوانای نامدار واقعا فعلا مسئولیت گسلا را اختیار دارد. ببینید که به سمت دایره امتیاز میاد خیر. و آقا محمد ایرگیتال رئیس آقا ایرگیتال فعلا دستش به گسلا بند است و غازی پهلوان. باز هم غازی پهلوان است. بسیاری میراب الدین راه
تنامی کنی؟ تاکنید رئیس فرهاد اسماعیل زاده لطفاً پیشونش تشریف بیار. رئیس فرهاد گسلای که ترکی کی تازه از کابل. رئیس فرهاد تشریف بیار. گسلای ناوی که از کابل تازه آمده به میدان حاضر بکن. باز هم غازی راغ است. آفرین به راغه های نمیفهم که در کجا تمرین کردن، طوفان کردن. عتیق مختارم مثل کامپیوتر و اسب دور میته، دوستش از گسلا بچ میشه و غازی راغ باز هم. غازی جان خسته شدی، رها که گسلا را که آفرین به غازی راغ امتیاز میگیره. تشویق کنه غازی جوان، غازی پنجه فرادی، غازی انگشت شمار، غازی که با نام و نشانت با یک تازی و با تیمی برجسته راوت. سنت مختار پهلوان است، سنت لایزر، سنت تیمی برجسته لایزر امروی پهلوانی احمد پهلوان و سنت مختار پهلوان. نام یادم میدان سکای پهلوان. رئیس فرهاد هر جای کسی یکی پهلوان نجیب نظامی. سنت مختار پرواز میته، فاول مراد بکنیم. عتیق مختار گسلان را اختیار خود گرفته. ببینیم که از چانسای تیلای خودش استفاده بکنه، مثل رعد برقی آتشکی بسانتی دایره امتیاز نه. ببینیم که امتیاز میگیره آخر عتیق مختار پهلوان ببینیم که امتیاز میگیره آخر. kim پهلوان جان؟ پاسواری است نوربای، سنت لایزر، سنت مختار مستقیم نمره بیرقه. آفرین به سنت تیمی سرتیمی برجسته لایزر. کما اینا تبریک میگم. اینمی گسلا را قصد به خاطر جور میرسن، بعد از این گسلا رو نبردارن. بعد از که حالا رو میشه و گسلا رو نبردارن که سیستم های دلار باز میشه. از پهلوان سید عبدالعلی خان خواهشمندیم که گسلا رو بعد پیشی دایره حضور بکن. پهلوان عبدالعلی رئیس فرهاد میگه که پهلوان عبدالعلی گسلا رو بیاره. گسلای جدیدی که تازه رسیده لطفا به میدان حاضر بکن. امپراتور است، امپراتور سمت شمال سلامی ایماق فیلم گسلا را اختیار داره. مسئله آتش واره به طرف دایره امتیاز میاد. سلامی ایماق است، ببینم امتیاز میگیره آخر. سلامی ایماق میمان است، امتیاز میشه. نوردارین گسلا رو نوردارین. آفرین به همت، به غرور و شهامتی عبدالسلامی ایماق امپراتور سمت شمال. صفت پهلوان بسواری است بین نوخری شیرین آقای ولسواری جرم کی همیشه صفت پهلوان و غلام خدای پهلوان هر دو دوستان به گسلا بند است. صفت پهلوان گسلا را شخصی کرده، فیلم در روی دوره قرار داره. ببینید که امتیاز میگیره آخر. از حرکت‌های فاول از پرانی لجانکش و مطابق طرز العمل کمیته برگزاری حاجی غلام خدای پهلوان است. ببینید که مسئولیت گسلا را حاجی غلام خدای پهلوان است. حاجی غلام خدای پهلوان پسواری است.
Baysi. Aç ben 2 bir aç.